آفرین بچه‌ها، سرحال ماشاءالله. آفرین بهتون بچه‌ها. بسیار عالی، دمتون گرم. آقای اتفاق خیلی حالا خاص میخواستم بگم جذاب دیدم، فراتر از جذاب چند وقت پیش افتاد. توی تفحص شهدای دفاع مقدس پیکر یه شهید افغانستانی پیدا شد، معروف شد به شهید نسیم افغانی و ظاهرا هر چقدر هم که بررسی کردن و دنبال خانواده محترمش گشتن خیلی به جوابی نرسیدن. خانواده محترمش به افغانستان اون زمانی که شوروی بود و حمله کرده بود اونا اونجا شهید شده بودن و ما شهیدی داریم افغانستانی که توی دفاع مقدس برای ایران جنگیده، شهید شده و الان هم کنار حرم امام رضا علیه السلام دفن شده. این دوتا ملت جدای از هم که به نظرم زندگی و سرنوشتشون به هم پیوند خورده، خونشون هم به هم پیوند خورده. بله همینطوره. ما واقعا اون فضایی رو داریم که برای همدیگه خون میدیم، جون میدیم و اصلا واقعا احساس من الان شخصا، نمیدونم بقیه عزیزان چطوره، اصلا احساسم نیست که غریبه ها روی صحنه عصر جدیدن، از یه ملیت دیگه، از یه فضای دیگه. انقدر خودمونی و خودی و هم زبان و هم هدف و هم فضاییم. همشون هم خوشتیپن، نگاه کن. آره خوشتیپ و با ماشاءالله کلاس و خوش درست استایل و حسابی. درست. مثلا یه نمونهشو الان من بگم، خود عبدالعظیم برام عجیبه. تو الان بهت گفتم که کجا بازخورد بیشتر داشتی، گفتی افغانی هایی که در ایران بودن. بله. من یه تعدادی دوست افغان دارم، رفقای داور منم همینطور. مثلا میدونم که حالا خود شما هم اگه بگید خوبه اتفاقا یه حرفی رو بزنیم، مخصوصا برای نسل جوانتر، که خیلی از دوستای رفقای افغان ما به شدت حساسن روی ماجرا و آزارشون میده که افغانی صداشون کنیم. الان چیزی که عبدالعظیم هم دقت نمیکنه، خودش هم داره میگه، الان میگه افغانیای مثلا در ایران یا در تهران، چون افغانی واحد پول افغانستانه. درست. و داشتم با سید بشیر صحبت میکردم چند ساعت پیش، یه یادداشتی، من یه شاعری هست اهل افغانستان، من بی اندازه ایشونو دوستش دارم، آقای محمد کاظم کاظمی عزیز. به فوق العاده است دیگه. خیلی پیاده آمده بودم پیاده خواهم رفت، یا اون شعر معروف شطرنج ایشون، یکی وزیر شده یکی بزی. اصلا نویسنده، شاعر، محقق، پژوهشگر. یه یادداشت من از آقای کاظمی عزیز خوندم، خیلی، چون ایشون سالهاست در ایران زندگی میکنه و فکر میکنم الان همین از این گفتگویی که نکاتی که سید گفت، امین گفت، آریا یا خود بچه‌ها، اینی که آقا حداقل، یعنی رفقای جوان‌تری که دارن نگاه میکنن، ما تعداد اهالی افغانستان یا افغان‌هایی که در کشور ما هستن کم نیست واقعا، و خیلی مواقع اینا کارهایی کردن در کشور ما که عمرن خودمون نمیتونستیم بکنیم. سخت‌ترین کار، ما در کشورمون پزشک، متخصص، استاد دانشگاه هم داریم که اهل افغانستانه، فقط کارهای سختی که حالا بچه‌ها دوچار شدن بهش، خیلی که شما دیدین اینجوری نیست. دوستان تاجر و کارخونه داری من میشناسم که یک پرسنل افغانشون رو با دنیا عوض نمیکنن. یعنی اعتقادشونه که دستشون دسته، یعنی پات وای میستن تا ثانیه آخر. سلامتن. دقیقاً. بعضی موقع مگه تو فضای ما نیست، ممکنه خطا تو فرهنگ ما هم باشه، یه جا حالا یه اتفاقی پیدا میکنیم میخوایم همه رو اون شکلی قضاوت کنیم و این به نظر من خیلی بی‌معرفتی.
آقای کاظمی عزیز میگفت آقا این نکته مهمیه. در قانون اساسی افغانستان پذیرفته شده و مسبب شده که ما شهروندان افغانستان رو میتونیم افغان خطاب کنیم. این قانون نص سری قانون اساسی افغانستان. حالا چیزی که واقعیت وجود داره اینه که افغان یکی از قوم‌های افغانستانه، یعنی قوم‌های متنوعی کنار هم دیگه هستن. خیلی انتخابشونه که بهشون بگیم اهل افغانستان، ولی این که تحت لفظی خیلی ما عادت کردیم، مخصوصا جوان‌ترا که حتما بزرگترا نگاه کردن، انقدر تکرارش کردیم که عبدالعظیم هم داره این ریختی میگه و مطمئن الان حرف عبدالعظیم یه بخش عمده‌ای از هموطنای افغانستانی شما که ناراحت کنه، میگه تو هم رفتی ایران یادت رفته داری میگه افغانی. سخته ها. مثلا میخوای بگی غذای چی میگی، میگه غذای افغانی، مثلا چون موسیقی افغانی ها. ولی به شدت یه تعداد کثیر روی این ماجرا حساسیت دارن و واقعا نکنیم این کارو. وقتی که میدونیم واحد پولی کشور افغانستان افغانیه، یک افغان رو، یک اهل افغانستان رو افغانی خطاب نکنیم، آزارش میدیم. اون چیزی که سید گفت فراترم آریا، ما پر از دردهای مشترکیم. این دو خاک، این دو اقلیم، فراتر از فرهنگ و گذشته و ادبیات و همه اینها، تو این منطقه دازه خیلی دردهای مشترک بیشتری وجود داشته. خواهم میگم به جای اینکه حتما میتونیم برای هم مرهم باشیم، تسکین باشیم، تا اینکه بخوایم به زخمای هم دیگه چنگ بزنیم، آرزوی آرامش میکنیم و امنیت میکنیم. شاید بچه هم بتونن شهادت بدن یا پدر مادراشون تصاویری رو تجربه کردن. بالاخره ما تو کشورمون 8 سال جنگ رو تجربه کردیم، تا همین اواخر لحظاتی رو تجربه کردن که یک افغان میخواست از خونه بزنه بیرون بره خرید برگرده، نمیدونست آیا میتونه سالم برگرده یا نه. یعنی پر از درد و رنج. و وقتی این همه درک مشترک از هم دیگه داریم، خیلی کارهای بزرگ میشه کرد. میگم حداقلش اینه که برای اینکه فرهنگ خودمون رو هم نشون بدیم، شناختمون از کشور دوست و همسایه‌مون هم نشون بدیم، هرگز افغانی خطابشون نکنیم، چون واحد پولیه کشور افغانستان. موافقین با حرفی که من زدم؟ بله واقعا. بله. چون ریشه افغانی خورده دوران کودکی داره، مثلا تو مدرسه بله خاطراتی میفته. تو انقدر شنیدی که دیگه خودت هم داری میگی. واقعا برای خود من واژه مهم نیست. خب ما کامنت هایی داشتیم که گفتن که چرا همشون هزارا خب شیعه هستن. ما دوستی داریم کرانو شرف الدین، اهل هرات، اهل سنت. ما خیلی دوستش داریم، خیلی به هم دیگه نزدیکیم. یعنی تو گروه شما هم اهل تشیع داریم، هم اهل سنت داریم. بله. ایرادی بوده که به ما میگفتن که چرا همشون مال یه قومن. یه بار دیگه بگو شما هزاره این دوستمون چی؟ هراتی هستن، پشتون، اهل سنت. آها. و خب ما وقتی میتونیم اینقدر خوب کنار هم زندگی کنیم، برمیگردیم به یه نگاه به کشور خودمون میکنیم افغانستان. خب همیشه این جنگ شیعه سنی باعث شده که ما سالها بیافتیم عقب. زمانی که کابل خیلی واسه خودش پیشرفت داشت، خب وقتی آدم به اون زمان فکر کنه واقعا گریهش میگیره. بله. وقتی اگه دینو بذاریم به جاش، یعنی هممون بتونیم به همدیگه احترام بذاریم، فکر میکنم خیلی زود به این آشوبا بتونیم خاتمه بدیم. این اختلافا باعث میشه یه سری دارن حال میکنن، پول در میارن از این اختلافات. دقیقاً به سود خیلی پول در میارن. مثلا چی راحت تر براشون، چی براشون جذاب تر که شیعه رو به جون سنی بندازن؟ بله. و سلاح بفروشن، اسلحه بفروشن، حکومت کنن، از این اختلاف منفعت ببرن. همین نمونه شو دیگه. یه گروه اسمش پروازه، پرچم دوتا کشور رو سینشه، اهل تسنن اهل تشیع کنار هم دیگه، اینجا روی صحنه شبکه سه سیمان. وقتی میشه تو این برنامه ما نداشتیم خواننده تربت جام داشتیم اهل تسنن بودن، خواننده از کردستان داشتیم اهل تسنن. چه فرقی وجود داره؟ انسانیم واقعا. ما رو پرده‌هامون هم لحظه آخر که رنگا رو میپاشیم، دو تا پرچم رو لباسمون رو اصطلاح می‌خواستیم در بیاریم که فکر کنم الان خیلی واضح نیست، ولی موقع پاشیدن رنگا فکر کنم اگه دقت کرده باشید پرچم بود. من ندیدم، شما دیدین؟ بله خیلی هم جذاب. تو تکرارش حتما که آریا دیده، چون معمولا طرف اومد اینجا 4-5 ساعت نخ ریسید، آریا ندید دیگه. اونو دیده من واقعا تعجب میکنم. دیگه این دیگه از مثل روز روشن بود. اونا رو باید دیگه رصد میکردی تا ببینی چه خبره. واقعا ما فقط می‌خواستیم که دوستی این دو تا ملت رو به هم دیگه واقعا به همه نشون بدیم. دمتون گرم. واقعا هیچ اختلاف